سلام دوستا، خوش آمدین در چینل ما. مثل که میبینین امروز ما پراتا آماده میکنم و مواد لازم ما است: 2 قاشق نانخوری روغن و 1 قاشق نانخوری هم بوره، از 1 قاشق چایخوری زیادتر نمک دیگه. ایره در سرش 3 قاشق نانخوری هم شیر میپرتیم. ایره کلش میکس میکنیم. بعد از او یک و نیم گلاس او شیر گرم که خمیر ما خوبش بیاید دیگه او را اضافه میکنیم. دیگه که آماده شده دیگه در سرش آرد میپرتیم. آرد ما 3 گلاس آرد انداختم به خاطر ما زیادتر جور میکردم. ایرم 3 گلاس آرد انداخته گپ میکنیم. خوب سعی خوبش خمیر جور میشه و میکس میکنیم همراه دست ما که خمیر ما خوبش بیاید. ما دیگه خمیرم نرم شد دیگه هم در سرش آرد انداختم تقریبا 1 گلاس، از 1 گلاس کمتر، تا که خمیرم خوبش شد و نرم بیاید. بعد از که خمیر ما آماده شده دیگه این خوب مشت میکنیم و در سرش هم 1 قاشق روغن میپرتیم. باز دیگه مشتش میکنیم که خمیر خوبش بیاید. 15 دقیقه میمونیم که دمش بگیره. بعد از 15 دقیقه مثل زوالی بولانی واری کده زوالگکا جور میکنیم و همراه چوب دراز، یک قسم چوب اول که تزینی باز میکنیم، بعد از او همراه چوب بازش میکنیم، خمیر کلان میکنیم، نازک میشه دیگه. یک نیم 100 گرم مسکره او میکنیم. باز در روی ازی میبینیم خمیر ما نازک جور کردیم، سکنین دسترخوان معلوم میشه. این مسکه اوش داره در سرش میمونیم میپرتیم و در کل جایش بره. زیرا تو خوبش لوله میکنیم خمیر ما را. بعد از او هم یک 10 دقیقه میمونیم که دمش بگیره. دمش که گرفته بازش میکنیم. در تخم پزیم هم کمک 1 2 قاشق روغن میپرتیم که روغن ما داغ شود. باز پراتی که باز کردیم او را تا داخلش میمونیم. زیر آتش ما زیاد نباشه، کم باشه که میسوزه دیگه. تا ایستا ایستا پخته شود پراتا خوبش میآید، تا داخلش خوبش میآید. انشالله که شما مزه پراتا یک دفعه امتحان بکنین و زیاد مزه دار میآید. همراه شیرچای یا با چای صبح هم زیاد مزه میده پراتا. چینل ما را لایک، سابسکرایب یادتان نره. جور زیاد باشین.